بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، سوالی بسیار میشود درباره خواندن قرآن در سر مرده یا که در سر قبر بسیار سوالا می شود. برای همین خواستیم که درباره مسئله کم ترک خلاصه‌ای به شما بیان کنیم، پیشکش کنیم. یکم چیزی که ما برای شما پیشکش میکنیم این که بعضی انسان‌های هستند که بعضی نفرانی هستند که از جمله ملاها و از جمله طالب علمان همونا در این مسئله میگویند که جایز است و بعضی دلیل ها میارن که این دلیل ها اصلا ضعیف هستند. در مسئله ای که خواندن قرآن در سر قبر یا در سر مرده یگان حدیث صحیح آمدگی نیست. یگان حدیث، چه حدیثایی که آمدگی است همش ضعیفن و بعضی دیگر بعضی حدیث ها میارن بعد قیاس میکنن که این قیاس اونا اصلا باطل است. برای همین ما برای شما پیشکش میکنیم اول اون حدیثایی که آوردگی هست میبینیم که ما حدیثا صحیحن یا که ضعیفن برای شما بیان میکنیم، ضعیفش نه بیان میکنیم یک تا یک تا ما حدیثا را. پس از این قول بعض اهل علم بیاریم و بعد این برای شما پیشکش میکنیم بعضی حدیثایی که قرآن خوانی را منع میکنن، یعنی که بعضی حدیثایی که اشاره میکنن که قبر جای عبادت نیست، جای نماز و جای قرآن خوانی نیست. و ما میدونیم که چندین بارها تکرار کردیم گفتیم که برای که حکم شرعی ثابت شود، بعضی همون نفرانی هستن میگویند که قرآن خوانی مستحب است، مستحب حکم شرعی است. برای حکم شرعی را ما باید ثابت کنیم. قاعده شرعی است که میگه الاحکام الشرعیه تستلزم فی ثبوتها الى ادله صحیحه و صریحه. احکام های شرعی مثل مستحب و مکروه و واجب و حرام اینا برای ثابت شدنش، برای حکم ثابت شدنش احتیاج دارد به چی؟ نیاز دارد به دلیل. اگر حدیث باشد حدیثی صحیح و چی و آشکار به همون موضوع تعلق داشته باشد. خیلی است که ما بیاریم یک مثلا میگم قرآن خوانی درست است، در عمومی میگم قرآن خوانی درست است و ما قرآن خوانی را چی در سر قبر جایز میدونیم. این سخن باطل است. قرآن خوانی در عموم جایز است، نه که قرآن خوانی را در یک جا خاص کردن، خاص آورده همونجا کردن احتیاج به دلیل است، به دلیل صریحه صحیحه خاص به همون موضوع یا که به همون خاص به هم برای همون مسئله لازم است دلیل صحیح باشد. خلاصه در مذهب امام خیلی که امام فقه اکبر ده امام مولا علی قاری میگوید از امام ابو حنیفه 115 صحیفش خیلی میگوید قرائت در سر قبر مکروه است. مکروه در نزد امام مکروه تحریمی است، در نزد امام ابو حنیفه و امام مالک هم مکروه تحریمیش میداند و روایت از امام احمد و میگویند که برای چی؟ برای که این نوآوری است که در سنت وارد شدگی نیست دلیل. و امام شافعی چی میگه؟ امام شافعی میگوید که بخشیدن ثواب قرائت درست نیست و نمیرسد و دلیل میبیارد که آیه که و ان لیس للانسان الا ما سعى، نیست برای انسان نیست مگر آنچه که کوشش کرده است. آنچه که خیلی با شرح میدیم آنچه که کوشش کرده است همون به او را میرسد. برای همین میگوید که امام شافعی میگوید که یعنی که ثواب خواندن قرآن و خواندن قرآن سر قبر به چی؟ به مردن نمیرسد. امام نووی در همین شرح همین چی میگوید؟ حدیث که خواندن قرآن و ثوابش بخشیدن برای مرده و نماز، امام شافعی میگوید و جمهور میگوید که این به مرده نمیرسد. این در کتاب شرح امام مسلم امام نووی. و خیلی گفتیم که برای حکم ثابت شدن دلیل حدیث صحیح و صریح باشد، یکی در قرآن خوانی یگان در سر قبر یا که در سر مرده یگان دلیل صریح آمدگی نیست و صحیح آمدگی نیست. خیلی که ابوبکر خلال در کتابش امر معروف و نهی از منکر میبیارد، میگه که اخبرنی حسن ابن احمد والراق و باز میگه قال حدثني علی ابن موسی الحداد. همین دکاس حدیثی که امین حدیث روایت میکنن، امین سخن روایت میکنن، میگه که و کان صدوقا احمد حسن ابن احمد ابن وراق باکر میگه بای علی ابن موسی حداد میگه که کان صدوقا، یعنی که چی بود؟ یعنی که باوری نوک بود. و کان ابن حماد المقرئ يرشد الیه فاخبرني قال. خاصه همین حدیث چند کس از کی روایت میشود؟ از حسن ابن احمد الراق و حدثني علی ابن موسی الحداد. خاصه میگوید که فاخبرني یا که من با همراهی امام احمد ابن حنبل بودم و محمد ابن قدامه الجوهری در یک جنازه بودیم. میگه وقتی که جنازه میگه دفن کردن جنازه را، نشست یک مرد کور قرآن خوند در سر قبر. پس امام احمد چی گفت؟ محمد گفت که یا هذا، گفت که قرائت در سر قبر بدعته. امام احمد گفت قابر وقتی که میگه برو اومدیم از قابر، محمد
ابن قدامه با امام احمد گفت که گفت درباره مبشر حلبی چی میگوی؟ قال ثقه، گفت باوریناک است. قال كتبت عنه شيئا، آیا از امون مبشر حلبی اگون نویستی؟ گفت که نعم بله. قال فاخبرني مبشر، گفت مبشر او را خبر داده است از عبد الرحمن ابن علاء ابن لجلاج عن ابي از پدرش انه اوصى اذا دفن، گفت که عبد الرحمن ابن علاء ابن لجلاج از پدرش گفته است که گفت پدرش وصیت کرده است که من دفن وقتی که دفن کرده ان یقرا عند راسه، در سر قبرم فاتحه چی را خونید، یعنی اولی سوره بقره و آخرش. و قال سمعت ابن عمر یوصی بذلك، و شنیدم که ابن عمر وصیت میکند. پس گفت که امام احمد گفته باشد که ارجع فقل للرجل یقرا، پس برا بگو که قرآن خواند. اول گفتش که بدعت است. این اسناد امین حدیثی که آوردن اسنادش صحیح نیست و حسن ابن احمد وراق مجهول است. مجهول آدم مجهول است که در یگان کتابای چی نامش ذکر شده نیست، همین که امین سخن روایت میکند و همون شیخش علی ابن موسی الحداد. برای همین علما میگن در همین قصه که احمد گفته است این در این نظر است آیا همین صحیح است؟ برای که امام احمد میگه که قرائت بدعت است، قرائت خوندن درست نیست در سر قبر قرائت. و امام و شیخ خلال حسن ابن احمد وراق، شیخ خلال حسن ابن احمد وراق در یگان ترجمه یگان کتاب از کتاب‌های مردان، کتابایی که حدیث است ترجمهش یافت کردگی نیستن که کی است امین احمد ابن وراق. همه خیلی دیگه شیخش ابن موسی حداد نمیدونن چه کیان اصلا، نامعلومن، مجهولن. خیلی مجهول حدیث از مجهول میگیری. و اینه که صدوق گفت اینا کی گفت؟ احمد. اینا حسن ابن احمد الوراق گفتگی است که اینا هر دوش مجهولن. برای همین حدیث چی؟ حدیث دو مجهول دارد، حدیث درست نمیشود. غیر این کی قبل درباره کی میگیم ولی با دیگه حدیث آوردگیان. حدیثی که خلال خیلی میگد اخبرنا ابو بکر ابن صدفه، این همون راوی حدیثه. قال كان ابو عبد الله احمد، همون قصه رو روایت میکند روایت دیگرش. در این قصه هم عثمان الموصلی، همین عثمان الموصلی نامعلومه کیه، مجهول است. مجهول است در کتابو نه نامش نه تاریخ نه یگون چی دربارش هست. برای همین با همین حدیث، این حدیث هم چی اسنادش روایتش و احتجاج با همین حدیث همچون دلیل درست نمیشود. و همین طور دیگر در همینجا میگه وقتی که اسناد با کیش میتیان با ابن عمرش میتیان در این حالت هم ضعیف است. و او بالا گفتیم که عبدالرحمن ابن علاء ابن لجلاج همون که حدیث با داومش روایت کرده است اینم مجهول است. امام ذهبی در میزان الاعتدال میگه که از همین انسان مجهول است و از این یگان کس روایت نکرده است مگر مبشر ابن اسماعیل روایت کرده است. و حافظ ابن حجر در تخریب کتابش میگوید که مقبول، یعنی که در حال متابعت چیه؟ یعنی که همین حدیث گفته باشد و چند حدیثی که به همین خیلی دیگه کسام روایت کرده باشد، در اون حالت ما حدیث قبول میکنیم. نه که وقتی که همین حدیث تنها خودش روایت کرده باشد پس میگه چی؟ یعنی عند المتابعه، در متابعه مقبول است. و الا فلین الحدیث، پس میگه چی است؟ حدیثش قبول نیست. اگر تنها روایت کرده باشد همین حدیث قبول نیست، چون در مقدمه کتاب ذکر کرده است یگان که زمین روایت کردگی نیست. و مشهور از امام احمد روایت شده است که از همون هم مسلکانش، همون بزرگانی که عالمان بزرگ از امام احمد که امام احمد نهی میکرد قرائت در سر قبر. خیلی که ابو داوود در مسائلش میگوید گفت که شنیدم که امام احمد پرسیدن درباره قرائت کردن در سر قبر، گفت که نه درست نیست. و همه خیلی دیگر میگه عبدالرحمن مجهول است. و امام ابو زرع میگوید و امام ترمذی که امین عبدالرحمن ابن علاء ابن لجلاج این میگه معلوم نیست، مجهول است، نمیشناسنش. کتاب جامع ترمذی. و بعد از سندش اضطراب است. در یک جوش میگوید که بسم الله و علی ملت رسول الله، در یک جوش میگه که بسم الله و علی سنت رسول الله. پس این حدیث میگه این موقوف است، به پیغمبر نمیرسد و موقوف است از ابن عمر. موقوف است یعنی قول ابن عمر است و قول ابن عمرش هم اسنادش ضعیف است. خیلی که امام ذهبی گفت. باز دیگر حدیثی که اومده در امام طبرانی اومده در معجم کبیرش و بیهقی در شعبش از طریق یحیی ابن عبد الله ببلوتی و ثنا ایوب ابن نهیک قال سمعت عطاء ابن ابي رباح يقول سمعت ابن عمر. خاصه از ابن عمر روایت میکنند که گاهی شنیدم که ابن عمر گفت که شنیدم پیغمبر بزرگ صلی الله علیه و آله گفت که اذا مات احدكم فلا تحبسوا، وقتی که اگه کس کشما وفات کرد پس او را چی نگاه ندارید و تیز به سر قبرش برید. در اینجا میگه که در روایت دیگه است که از سر قبرش چی بخونید؟ سوره فاتحه را بخونید و در چیش در نزد پاش چی را؟ سوره بقره را بخونید در قبرش. این اسنادم اسنادی میگه واهن یعنی که اسنادی که اساس ندارد، ضعیف است. ایوب بن نهیک در امیر راویای حدیثی، امام ابو حاتم و دیگران ضعیفش میگن. و قال ازدی، امام ازدی میگه متروک است، حدیث گرفته نمیشود. و ببلوتی
قال ابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم میگه که یعنی که میگه که بابلوتی امام ابی حاتم میگه که بابلوتی این یعنی که حدیث که میاد حدیثش قبول نیست اگر تنها باشد. و امام ابن عدی میگه که همین حدیث ضعیف است. ابن عدی میگه که امام ابن عدی محدثای بزرگ میگن حدیث امی اثری که از ابن عمر اینش هم ضعیف است. خلاصه همین ده حدیثی که میبیارن این ده حدیث هر دوش ضعیفن. و حدیثی که اقرأوا على موتاكم یاسین در امام احمد و در ابو داوود از معقل ابن یسار اومده است. پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید که این حدیث هم ضعیف است. امام نووی در اذکارش میگوید ضعیف است و امام ابن حجر در کتاب تلخیصش میگوید که ضعیف است و امام ابن قطان میگوید که این حدیث مضطرب است. حدیث مضطرب بالوقف، حدیث مضطرب است و بالوقف بجهالة الحال رواية أبي عثمان وأبيه میگه حالش مجهول است، نامعلوم است روایتی که ابی عثمان و پدرش دارد. و امام ابن العربی نقل می‌کند از امام دارقطنی که این حدیث ضعیف است. ضعیف هم ضعیف اسناد است، هم مجهول متن است، هم متنش مجهول است. ولا يصح في الباب حدیث، در این میگه باب یگان حدیث چی صحیح نیست. همه خیلی دیگر بعض اهل علم دیگر میفرمایند که ضعیف است. فقط بعض اهل علم میگویند که و امام صلاح الدین علائی در تحفة التحصیل میگوید که این حدیث مرسل است، یعنی که حدیث نیست اصلا. و امام شعیب الارنوطی میگد که در تخریج المسند اسنادش ضعیف است. و امام عارضة الاحوذی، خیلی ابن عربی گفتیم که در کتابش عارضة الاحوذی میگد حدیث صحیح نیست. و امام ابن قطان هم در کتاب الوهم والایهام میگه حدیث صحیح نیست. خلاصه همه اهل علم میگن حدیث صحیح نیست. نیکی از بعضی از صحابگان چخلی که امام احمد روایت میکند از صفوان، خلاصه همون مشیخه میگه اومدیم در یک صحابی وفات میکرد که وقتی که وفات میکرد بعد پرسیدن که آیا یگان کس شما یاسین خوندن میتونند؟ پس یک کسی گفت که بله. صالح ابن شریح السکونی یعنی در سر وقتی که مردنش در جانگدازیش میگه چرا سوره یاسین خوندش. فلما بلغ 40 منها قبر، وقتی که همون یعنی در 40 آیت اومد پس جونش الله گرفت، یعنی جونش برآمد، یعنی سبق شید جون برایشت. مشایخ میگفتن که اذا قرئت عند المیت خفف عنه بها، وقتی که میگه در سر یعنی که انسانی که مرده ایستاده است میخوانن میگه سبقش میکند. یک صحابی خوندش. خلاصه همین در همین علما اختلاف کردن. بعض اهل میگه که قال حافظ فی الاصابه، امام حافظ میگه در اصابه که اسنادش حسن است و در مجموعه میگه. خلاصه همین میگن که خواندن یاسین در وقتی که انسانی که جانگداز است میگه اجباکی ندارد. بعض اهل علم میگن که اجباکی ندارد، نه در سر مردنه، برای قرآن برای زنده است نه برای مرده. چخلی که الله در سوره یاسین میگه ولینذر من کان حیا، برای بیم بدهد آن کسی که زنده است، یعنی قرآن برای زنده است نه برای مرده. و این حدیثی که میگه وقتی که یگان کس شما که مرد و یا نگاه ندارید تیز بریدش بس بشتابید به سوی قبرش و در سر قبرش میگه در سرش فاتحه کتاب خیلی گفتیم. این میگه که امام حیثمی میگه که حدیث در این حدیث یحیی ابن عبدالله است، این حدیث میگه ضعیف است. با این حدیثی که میگه کسی که در سر قبرستان میگذرد و سوره قل هو یعنی اخلاص قل الله میخواند 11 بار، خلاصه بعد میبخشد امورا مثل اجر همون مرده ها اجر میگیرد. این حدیث هم از علی ابن ابی طالب روایت شده است. امام مبارک فوری میگه حدیث در تحفة الاحوذی میگه ضعیف است. و امام سیوطی هم میگه که در آل المصنوعه میگه شک نیست در بافتن حدیث. و هم خیلی دیگر امام سخاوی میگه که در این حدیث عبدالله ابن احمد ابن عامر الطائی و پدرش میگه هرش دروغگوین. انا امام ابن حجر العسقلانی حدیث میگه که حدیث باطل است، از انس روایت شده است، با روایتای گشت. خلاصه امام ابن جوزی میگه حدیث بافته است، موضوع است. خلاصه امام بیهقی میگه حدیث منکر است، چه که اومده درباره قل الله خوندن. خلاصه این با درباره این حدیث اومد. و این حدیثی که از ابی هریره روایت شده است که کسی که مقبره میدرد پس سوره فاتحه کتاب میخواند و قل الله میخواند و الحاکم التکاثر میخواند و بعد دامنت بعد میبخشد. این حدیث هم حدیث ضعیف. امام مبارک فوری میگه که حدیث ضعیف است و باطل است اصلا. و دیگر اهل علم میگن این حدیثی که میگه کسی سوره قبرستان در آمد و سوره یاسین خوند، سوره یاسین یعنی سبق میند آسان میند به عدد همون چی مثلا به عدد همون مرده ها برای حسنات میشود. این علمای ازهر خودشون همین صوفیا خودشون همین حدیثا رو ضعیف میگن، خودشون ضعیف میگن. میگه حدیثای اینا همش حدیثای واهی، میگه که حدیثایی که همش حدیثاش یعنی که بافتن واهی، یعنی که اصلا گفتگیانشو هم خیلی اصلا خیلی حدیث هم وجود نداره اصلا این حدیث.
این امام سیوطی هم حافظ شمس الدین ابن عبدالواحد المقدسی این میگه و امام حافظ سیوطی هم میگه در شرح صدور به شرح الحال الموت والقبور میگه قبر صحیح نیست. همین حدیث گفتیم و همین خیلی دیگر اون حدیثی گفتیم که سوره یاسین خوانید در بالای قبر. این حدیثی که من ابوبکر صدیق روایت شده است، حدیثی که کسی زیارت میکند قبر پدر مادرش یا که یکی از آنها را روز جمعه و سوره یاسین میخواند گناهش بخشیده میشود. این هم ابن عدی و جماعت از چی محدثا میگن که انکارش میرن این سخنه و میگن که حدیث اصلا حدیثی بافته است. خیلی که و ابن جوزی میگه که این حدیث بافته است و ابن عدی میگه باطل است و دروغ است، اصلا خیلی حدیث وجود ندارد. و حدیثی که از ابی امامه اومده در قصه دفن کردن ام کلثوم دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله و که پیغمبر صلی الله علیه و آله آیه سوره طه را خوانده است. اینم حدیث میگن ضعیف سخته یا که چیای بافته است. روایت از عبید الله ابن زجر علی ابن یزید خلاصه میگن که امام ذهبی میگه که این چی حدیث در چی خبری میگه دروغ است. برای علی ابن یزید میگه متروک است، حدیث هیچ کس نمیگیرد. و هم خیلی ابن حبان میگه و حدیثی که میگه ما من از علی ابن ابی طالب که روایت شده است ما من مؤمن ولا مؤمنه یقرأ آیه الکرسی، یک کسی از کدام نباشد از یعنی مرد مؤمن یا که زن مؤمنه باشد آیه الکرسی گب خواند و ثوابش ببخشد به اهل قبرها را گویا که میرسدش. این حدیث علما گفتند که بین که این یعنی که حدیث بیان است، آشکار است که این بافته است و در اسنادش یک چی است اشج که دروغگو است، خیلی که امام ذهبی آورده استش. خلاصه این شم ضعیف بافته است. خلاصه یگان حدیث صحیح اومدگی نیست، یگان حدیث صحیح اومدگی نیست که حدیث بگیم که چی باشد در سر قبر خوانده باشد یگان حدیث. بعد یک حتی همون حدیثی که در بالا گفتیم که گویا که در سر از عبدالرحمن بن لجلاج روایت شده است، گویا که امام احمد میگه همون مرد قطعی امام احمد بدگی است، نامش محمد ابن قدامه الجوهری الانصاری که ابو جعفر البغدادی امام حافظ در تقریر میگه که فيه لین، یعنی حدیثش قبول نمیشود، یعنی که آدمی باورناک نیست. باز بعضی نفران دیگری هستند که حدیث چی را میارن، حدیث در امام بخاری و مسلم و در ابن حبان است و در دیگه یعنی سه تا روایت دارد این حدیث. یکم حدیث در ابن عباس است که میگوید که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گذر کرد به نزد دو قبری، پس گفت که انهما لا يعذبان و ما يعذبان فی کبیر، گفت که این هر دو صاحب قبر عذاب میبینند و عذاب میبینند در دو گناه کبیره. پس یکی از آنها میگه خلاصه یکی از آنها میگه همون پیشابش یا که پیشابش تازه نمیکرد یا که پیشابش وقتی که پیشاب میکرد در لباساش میپرید. پس یک کسی دیگرشون گفت که همه وقت سخنچینی میکرد و به مردم یعنی که از یک کس به یک کس سخن میبرد، سخنچینی میکرد، سخن یک کس به یک کس میبرد، سخن یک کس به یک کس میبرد، مردم خلاصه جنگ میداخت، هم خیلی کار مشغول بود. پس خلاصه چی را گرفت، شاخچه نوده را گرفت، نوده یا شاخ شکست همون شاخه دنیس کردم شاخی تره. پس در هر یک از همون قبرها در بالاش چی همون شاخه را زیر کرد. فقط گفتن که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم چوب برای چی این کار کردیم؟ فقط گفت که شاید که الله عذاب آنها را چی کند آسان و سبک کند تا وقتی که همین خش نشوند. همین دو چوبچه دو شاخه انداخت نوده بود. حدیث در بخاری مسلم است. خلاصه حدیث ابن عباس و ابو هریره خرید اخیلان. حدیث جابر میاریم دیم حدیثی که است از جابر در امام مسلم روایت شده است 7705 میگه که خلاصه گفت تا همون نوده یا که شاخه در همون از راست و چپ در همون قبرها بگذارد. قدام همون حدیث است. فقال جابر گفت که در حدیث جابر چی میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه انی مررت بقبرین يعذبان، گفت من به دو قبر گذشتم که هون صاحب قبر عذاب میدیدن. فاحببت بشفاعتی ان يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبین. خلاصه پس دوست داشتم که به شفاعتم، دیگه میگه به شفاعتم که الله عز و جل یعنی عذاب آنها را آسان کند مادامی که چی است، مادامی که همون دو تا شاخ چی هستند تر هستند. دوست داشتم که به شفاعتم یعنی شفاعت پیغمبر است، به شفاعتم چرا همینا را الله عز و جل همون مدتی که همون چو تر هستند نوده ها یا شاخه ها تر هستند الله عذابشون آسان تر کند. پس در همین حدیث هم میارم بعضی از همون آدمایی که میگوین نفرانی که میگوین که خواندن قرآن در سر قبر و در سر مرده جایز است و همین قیاس میبرن، میگن که گو که همین قیاس میشود اگر که چوب تسبیح بگد فلان بسم الله کند تسبیح بگد تا تسبیح در اینجا در این حدیث تسبیح گویی نیست. پیغمبر گفت است که تا تسبیح گفتن شه، پیغمبر گفت است که تا که تر است. برای همین گفتیم بعض اهل علم بعضی همون نفران گفتن که بعضی اهل علم گفتن که شاید همین دو شاخ تسبیح بگن و همون تسبیح گویی عذاب آنها را سبک کنه. این قول اونایی که میگن که همین سخنا رو میزنن تا خش نشود. نه که تسبیح و تسبیح گفتن شاخه ها اگر تر
باشن تا چیش نه، تا خشک شدن شونه. یعنی که چوب خشک تسبیح نمیگوید، فقط چوب تر تسبیح میگوید. اینم خیلی دور است از حقیقت، دور است. این علتی که بعضی از من نفران از اهل علم استنباط کردن، این علت ضعیف است، درست نمیشود، برای که هم شاخچه تر و هم شاخچه خشک تسبیح میگه. امون الله عز و جل میفرماید که میگه تسبح، در سوره اسراء 44 میگه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده. الله چی میگه؟ میگه آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس که در آنها هست او را تسبیح میگوید و پاکی یاد میکند و هیچ چیزی، ببین اینجا میگه که و ان من شیء الا یسبح بحمده، و هیچ چیزی نیست مگر اینکه همواره به ستایش و تسبیح او رو میگوید، ولی شما تسبیح آنها را نمیفهمید. خلاصه در همینجا الله چی میگه؟ میگه که همه چیز و این من شیء، شیء دیگه نکره است، همه چیز در بر میگه، یعنی که همه چیزی در روی زمین است و تر است، خشک، زنده است، مرده است، همه تسبیح میگن. سنگ تسبیح میگه. در دست پیغمبر صلی الله علیه و آله سنگچه های میده بدن تسبیح میگفتن. آیا سنگ چیزی خشک نیست؟ برای این گپی که میزنن که تسبیح میگوید تا خشک شدن شون، یعنی بعد خشک شدن تسبیح نمیگه. دارم قاین استنباطی میکنن، این دلیلی که از این میبرن این دلیل غلط است و ضعیف است و درست نمیشود. همه چیز تسبیح میگه. این یکم جواب برای آنها که این همین حدیث دلیل میارن برای قرائت قرآن در سری قبر، که تسبیح گفتن یک چوبچه چی میکرده است؟ یعنی فایده میبخشید است و قرآن خوانی فایده نمیبخشد. نه برادر گرامی، اخی تسبیح در اینجا پیغمبر تسبیح هم نگفته. در اینجا گفتیم پیغمبر در حدیث جابر چی گفت که بشفاعتی فاحببت بشفاعتی، دوست داشتم که به شفاعت آنها را چی کنم، آنها را عذاب سبک کند الله. به شفاعت پیغمبر در حدیث میگه، پیغمبر نگفت که به تسبیح چوبچه، نگفت تا خشک شدن آنها را شاید که الله چی عذاب آنها را پس کند. به شفاعت پیغمبر، به دستی پر برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون چوبچه کار در سر قبر داخت. همون چوبچه برکت چه دیگه گفتیم؟ برکت در اینجا شفاعت پیغمبرای و دستی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باز اهل علم چی میگویند که شاید همین مدتی که امو خشک میشود، مدت دراز نیست، نکی تا خشک شدنش همون چوبه که الله از آنها آسان میکند، همون چی را عذاب شونه. و این تحذیر است، آگاهی است بر کسی که همین کارا رو میکند. برای چی؟ برای پیغمبر که بله انه کبیر، بله این گناه کبیر است، کبیره است یعنی. و بعضی این علما گفتند که امون یعنی مستحب است که در سر هر یک چی چوب گذاشته شود، در هر یک کسی گرمینت چوب گذاشته شود. یعنی بعضی یا که یک درخت نودک یا شاخچه که در قبر آسان کردن عذاب آنها، این امین استنباطم اصلا خیلی دور است از حقیقت و جایز نیست که ما هر سر بذاریم. یکم چیز چی است؟ یعنی که میگن که بعضی اهل علم میگن که در سر همون قبر چوب گذاشتیم که عذاب آنها رو چی آسان کرد. و تو از کجا فهمیدی که مردی که در قبر است عذاب میبیند یا که نمیبیند؟ تو که نمیدونی. این علم غیب است که الله به پیغمبرش گفت، اما خاصم در قبر گفت. این علم غیب است، ما و تو کجا میدونیم؟ با اگر که در سر قبر رفتیم گذاشتیم چوبه، ما گمانی بد کردیم به همون صاحب قبر که اون صاحب قبر در عذاب است، شاید اون صاحب قبر در عذاب نباشد. ما گمانی بد کردیم به انسان اگر چوبچه گذاریم، میگیم که مثل پیغمبر کس ما میکنیم. نه، پیغمبر میدونست. بعد این از خصوصیت های پیغمبر، از قول اهل علم در این مثلا میاریم، از خصوصیت های پیغمبر خاص به پیغمبر در گفت که خاص به شفاعت شای چوبه را که مدتی که همون هست الله آسانش میکند. شاید اون انسانی که تو در چوبچه میزنی، شاید الله تا از کجا میفهمی که آیا همون صاحب قبر عذاب ببیند یا که نمیبیند؟ تو اگر چوبچه زدی مرا دارد که تو گمانی بد کردی برای او. برای این استنباط یا که این دلیلی که میبرن دلیلی درست نیست، دلیل خطاست. بعد علت همین چیست؟ علت همین است که میگن علما که از خصوصیت های پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. اما حدیث بریده الاسلمی وقتی که میگه که منم که مردم در درون قبر، میگه هم خیلی چوب اندازید، نمیگه در بالای قبر بگذارید. وصیت میاد که دلیل میارن که صحابی هم کرده است، فرق دارد. پیغمبر در بالا زیر کرده بالای قبر، نه که این صحابی بریده چی میگه الاسلمی میگه که شاخچه رو که نودا رو در درون قبر، در داخل قبر، این داخل قبر بدازید، این دیگه مسئله است. برای خوشبویی انداختن و این داختن در قبر این جایز است، هیچ باکی ندارد. در این مسئله باز کی میگه؟ در این مسئله امام ابن حجر سخن امام مازری رو میارد. شاید که به الله میگه، الله به پیغمبرش وحی فرستاد که اما عذاب در همین مدتی که تو چوبچه را میزنی تا خشیدن شاید که وحی به پیغمبر که عذابشون کم میشود، آسان میشود، سبک میشود، از جانب وحی اومد. و امام قرطبی در این مسئله چی میگه؟ میگوید که گفته میشود که در همون حدیث جابر
که این شفاعت پیغمبر در این مدت برای آنهاست، شفاعت پیغمبر، نه تسبیح گویی مچوب. امام خطابی چی میگوید؟ میگه این حدیث محمول به چی است؟ که پیغمبر برای آنها دعا کرد. امام خطابی میگه که دعا کرد که الله همون مدت برای آنها عذابشون آسان کند، سبک کند، نه که همین نوده یا که شاخچه یگان چیزی خاصیتی خش دارد، نوده یا که همون چوبچه چیزی خاص برای خودش دارد. نه، امام خطابی میگه که نه، معنی ندارد که چوبی تر و چوب خشک یگان خاصیتی خش ندارند، که معنا دارد که چوبی تر تسبیح میگه و چوب خشک تسبیح نمیگه. این باطل است. هم چوبی تر و هم چوب خشک تسبیح میگن. امام ترتوشی چی میگه؟ میگه این خاص به برکت دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه هر کسی کرده میتواند. قاضیات چی میگه؟ لا، شاید که سببی شناندن همون نوده یا که شاخ در سر قبر این چی باشد؟ این به یک امری چی باشد؟ امر الهی باشد، امر غیبی است. برای چی گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ چی گفت؟ ان لا يعذبان، آنها عذاب میبینند. عذابی آنها را کی میبیند؟ آیا ما میبینیم؟ ما نمیبینیم. کو پیغمبر میبیند. پیغمبر که دید، پیغمبر کجا دید؟ پیغمبر از غیب دید که الله را خبردار کرده باشد. اون عالمایی که میگویند که این از خصوصیت های پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم، این فکری صحابی جلیل پیروی سنت عبدالله ابن عمر است رضی الله عنهما. شیخ بخاری در صحیح میگه ابن عمر فستاد یک مثل خیمه در قبر گذاشتگیان، مثل خیمه برای سایگیش کنه. در قبر عبدالرحمن ابن ابی بکر پسر ابوبکر صدیق، ابن عمر چی گفت؟ گیرید پرتایدینه هراینه او را سایگی عملهاش میکنن، یعنی به عملاش چیکار تکیه کند، نه به سایگی خیمه دوختن در بالوش اون پر کردن پرتافتن. امام بدرالدین عینی چی میگه؟ بدرالدین عینی چی میگه؟ میگه که ابن عمر گذاشتن همون نوده یا که چوب شاخچه در قبر همون دو نفر، این از خصوصیات میگه چی است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خصوصا قولی کیه؟ قول ابن عمر است. کم دلیلی که ما میاریم قول ابن عمر است. از ابن عمر پیروی در سنت یگان کسی بلندتر است. این صحابی است، قول صحابی. امام ابن الحاج چی میگه؟ در همین معنای همین حدیث که لعله یخفف عنهما، شاید که عذاب از آنها سبک شود تا آنها خش نشوند. گفت این برمیگردد به چی؟ به برکتی که دست پیغمبر در اون چوب زده، در اون نوده ها زده است، به برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم. امام خطابی را گفتیم، امام قرطبی را گفتیم که شفاعت میگه، امام کیرم گفتیم، امام خطابی را گفتیم که میگه این اثر تبرک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، برکت دست پیغمبر. همه خیلی دیگر محمد رشید رضا صاحب کتاب منار همه خیلی میگه که این امر غیبی و از خصایص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از چیزی که خصوصیت خاص با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خلاصه همین است، یعنی که این معنا ندارد که گفتیم درباره همین چوبچه انداختن و قیاس کردن، قیاس هم باطل است و دلیل هم این حدیث شدن نمیتواند و این اصلا گفتیم خلاصه میگیم که غیب دانیست که همون دو نفر عذاب میبینن و در سر همون قبر همون شاخچه کار زد تا مدت همون الله چی عذاب آنها را سبک کند. این یکی از خصوصیت های پیغمبره، این به برکت دست پیغمبره، این به شفاعت پیغمبره. این مدتی که همون چوب خش میشود الله آنها را عذابش آسان میکند، سبک میکند. این اصلا خش شدن گفتیم چوبی تر و خشک کم تسبیح میگه، این گپی که چوبی تر تا خشدانش تسبیح میگه، این گپ باطل است، مردود است به کسی که این گپ زده است و استنباطی باطل است و قیاس هم شدن نمیتواند که اگر که تسبیح گوید، تسبیح در اینجا نیست، پیغمبر هم تسبیح نگفته است، کلمه تسبیح در اینجا، و قیاس هم کردن نمیشود که این که جایز باشد سر قبر خواندن قرآن جایزه. قرآن جایز به ور دلیل خاص در کاری که همون عمل مستحب شد، برای حکم شرعی دلیل خاص صریح صحیح در کاری که همون حکم ثابت شود ای قرآن خواندن در سر قبر. برای این گپ باطل است، این سخن باطل است و این دلیل نمیشه نمیتواند. برادران گرامی، کسی که روشن فکر است این سخنان ما را میفهمد. کسی که متعصب تعصب نکنید برادران، تعصب نکنید. کسی که میخواهد که همون یگان چی برسد به مرده، عمل بسیار است برادر. پیغمبر به ما بسیار عمل ها گذاشته است که انسان وقتی که میمرد پس از او چی عمل کرده کنه، از باش ما پیشکش میکنیم همه این سخنان را. برای همین برادران گرامی و ارجمند، انسان باید روشن فکر باشد، در چیزی که دلیل بده همون را پیروی کند و تعصب به یک قول یا که به یک کار یا که به یک انسان در به یک عالم در کار نیست. برادر گرامی، ما به شما میاریم که بعضی حدیثایی که اشاره میکنن به همینه که قبر جای عبادت نیست. برای همین ما از شما پرسان میشویم که آیا پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم همسراش وفات کردن، دختراش وفات کردن، خیشتبارش وفات کردن، صحابی‌ها وفات کردن، از یگان کس حدیثی صحیح ثابت شده است که پیغمبر قرآن خوانده باشد یا که امر کرده باشد؟ نیست. پس چیزی که نیست پیغمبر نکردش، صحابگان نکرده باشنش، پس ما چه کنیم؟ امورا قیاس خیلی قیاس کردن و این عمل میشود، اینم با قیاس کنیم، این گپا باطلن، درست نمیشوند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که مادرمون عایشه را وقتی که در حدیث صحیح اومده است که وقتی که گفت که من به پیش قبر بذارم چی بگم؟ حدیث در امام مسلم است. آیا من به شما را سخن زنم از
خودم و از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم؟ گفتم بلی. حدیث درازه. بعد در آخر گفت که قالت، گفت من چی خیل از پیش قبر که بذارم چی بگم برای آنها، یعنی برای قال قولی، گفت که بگو سلام به اهل دیار، همونایی که خواب هستند در قبر، از جمله مؤمنان و مسلمانان، الله رحمت کند، مغفرت کند، آنهایی که گذشتن آمده ایستادن، آنهایی که گذشتن رفتن و هرگز هر آینه ما این الله خواهد با شما پیوست میشویم. در همین جا چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفتش که مادرم عایشه که برای قرآن خوان، چون نگفت برای قرآن، نگفتش، گفت که من زیارت کردم قبر چی بگم. پیغمبر چی چیز آموزاند مادرم؟ سلام دادن و دعا کردن و نه سوره فاتحه را خواندن شو، نه قرآن را خواندن شو. اگه میبد میگفت کو آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گم که همین قرآن خوانی در سر قبر یا که در سر مرده به مرده را فایده داشت، یعنی خیر از به مرده را همین خیر پیغمبر میدونست یا که نمیدونست؟ اگر میدونست تو نگفت برای ما، معناش که خیانت کرده است. که خیر برای پیغمبر میگه چی چیزی که خیر بده، حدیث صحیحش چی چیزی که خیر بده من برای شما اون رساندم، همه چیزی که خیر به ما رساند. شما میگه که نه این خیر است، پیغمبر گفتگیش نیست. خیر که میبد پیغمبر به ما را میرساند، اگر نرساند نه خیانت کرد در رساندن دین به ما را، نه خیانت کردگی است. گفتی شما اگر خیر میبد و پیغمبر نمیدونست، جد پیغمبر الله به پیغمبر نگفته از نچ، تو پیغمبر نمیدونست که می خیره برای ما، شما میدونید و پیغمبر نمیدونست. حدیث دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ از ابی هریره روایت شده است، حدیث امام مسلم هستش. پیغمبر میگه صلی الله علیه و سلم خانه های خود را قبرستان نگردانید. چی معنی داره این خانه خود را قبرستان نگردانید؟ شیطان از خانه‌ای که در اون سوره بقره خوانده میشود میگریزد، فرار میکند. یعنی که خانه‌هات مثل قبرستان نگردانید که در قبرستان عبادت کردن و قرائت قرآن نماز نیست. در خانه‌هاتون خوانید، خانه‌هاتون مثل قبرستان نگردانید، یعنی در خانه‌تون عبادت کنید، نماز قرآن خوانی کنید. در همین حدیث هم چی دلیل است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خانه سوره بقره بخونید و من کرد ما را که خانه را مثل قبرستان نگردانید. آیا همین دلالت نمیکند که در قبرستان جایز نیست نماز خوانی یا که قرآن خوانی؟ و قبرستان جای قرائت نیست، جای عبادت نیست و ثابت شدگی نیست. همین حدیثایی که درباره سلام آمدگیان، چه سلام دادن، طریقه سلام دادن به پیش قبرستان میگذاری خیلی نمودهای. در تگش میگه سلام علیکم اهل الديار من المؤمنین المسلمین انتم السابقون و نحن ان شاء الله بكم ملحقون نسال الله لنا ولكم العافیه. در این شماست روایات بسیارن. یک در یگان روایت گفت که قرآن خوانید، نه گفت که دعا شو کنید، هم سلام و هم دعا کنید. در یگان جا نگفت که برای چی کنید قرآن خوانید. آخه قرآن خوانی که درست میبد میگفت که میرسون برای مکو، نه که نگفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باز پیغمبر چی میگه؟ حدیث صحیح اومده بعضی از نمازهاتون میگه در خانه بخونید مثل سنت مثلا، و خانت نه قبرستان نگیری که در قبرستان نماز خوانی درست نیست. نماز خوانی و ذکر قرآن خوانی در جاش خانه است و مسجد است، نه چی. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که صحابی را دفن کرد چی گفت؟ وقتی که از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وقتی که از دفن کردن فارغ شد پیغمبر دفن میت صحابی را انصاری را در بالای قبرش ایستاد چی گفت؟ قرآن خوانید. نه برادر گرامی، برادر عزیز من، نه خواهر عزیز من، نه نگفت قرآن خوانید. چی گفت؟ استغفروا لاخیکم، طلب مغفرت کنید، طلب آمرزش گناهان خواهید از الله برای برادرتون، وصلوا له التثبیت، و برای او ثابت قدمی را طلب کنید از الله، فانه الان یسأل، که او را میپرسند. او در وقتی پرسیدنش اگه قرآن خوانی فایدهش میبخشید پیغمبر میگفت قرآنش بخونید. میگه پیغمبر چی گفت؟ که دعاش کنید، استغفارش کنید. بعد حدیثی که گفتم که از ابن عمر میگه دوام اینا روایت شده است. ابن عمر چی میدونید است؟ اخی ابن عمر قول ابن عمر مثلا دلیل نیست کو، قرآن سنت نیست کو، شریعت نیست کو. اگر خلفای راشدین میبودن مایلش، چه پیغمبر میگه علیک چنگ زن به سنت من و سنت خلفای راشدین. برای همین برادرای گرامی، برای همین برادرای عزیز و گرامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نخواند قرآن، نه به مادرمون خدیجه را و نه دختراش خواند و نه صحابه را خواند و هیچ کس نخواند. برای حکم ثابت شود دلیل صحیح در کار است. پیغمبر در حدیث صحیح میفرماید که امام مسلم انسان که وفات کرد عملش قطع می شود مگر چیزی که پیغمبر نامبر کرد، مگر صدقه جاریه کرده باشد و صدقه رفتن گیرد و اجرش میرود برای او، یا که علمی داده باشد برای مردم اما علم مردم میخوان استفاده برن کتاب و کسی تای هست. آیا گفت همینجا که یک برای او قرآن خواند؟ نه، گفت که بسیار نیک مسلمانی که برای او دعا کند. ببین همینجا هم دعا گفت، حدیث صحیح مسلم، یعنی که عملش انسان قطع می شود. چه که امام شافعی با دلیل میارد برای که عملی که انسان میند نمیرسد، برای نرسیدن همون ثواب قرائتش، امام شافعی دلیل میبرد برای که ثواب بخشیدن قرآن برای مرده. همین دلیل میارد که پیغمبر الله عز و جل میگه که سوره نجم 39 آیت و الیس للانسان الا ما سعى، و اینکه برای انسان پاداش و بهره نیست جز آنچه خود کرده است و برای آن تلاش نموده است. در اینجا چی میگه؟
یعنی که انسان برای او فقط تلاش او، کوشش و سعی او بخشنده است. نیکی اینجا عام است. پیغمبر در اینجا میاد بعد چی است تو عام میگه که من است. پیغمبر صلی الله علیه و آله در حدیث دیگه میاد میگه چی همین بعضی عمل ها را خاص میکند. مثل که یک مرد پیش پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میآید میگوید که ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آیا یگان نیکی خوبی مانده است بعدی پدر مادرم که من برای آنها نیکی کنم؟ یعنی پدرش وفات کرده است و میخواد نیکی کند. پیغمبر چی وصیتش میکند؟ قرآن خوانیش میگه؟ نه. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ نعم بلی مانده است. الصلاة علیهما چی میگه؟ دعا برای آنها. در اینجا گفت صلاة علیهما، نگفت که صلاة لهما. اگر میگفت که صلاة لهما میگفتیم که چی؟ نماز خواندن برای آنها. نه که صلات در زبان عربی لغت عربی معناش دعا است. پیغمبر چی گفت؟ الصلاة علیهما، ای چی؟ دعا برای آنها. یکم سه دعا گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. والاستغفار لهما چی گفت؟ استغفار کردن، طلب مغفرت، طلب آمرزش خواستن از الله برای آنها. و عهد و پیمانی که کرده است همون انسان پدرت یا که مادرت همون را انجام دادن. یگان وصیت کرده باشد یگان چی اونا را انجام دادن. چی عهد پیمان چی وصیتی کرده است؟ و احترام کردن رفیقاشون، گرامی قدر داشتن و حرمت کردن رفیقای آنها. خیلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم احترام میکرد دوگانه های خدیجه رضی الله عنها را و ریسمان خویشتبارداری را رساندن. و آن خویشتبارداری که مگر چی رساندن نمیشد مگر به همون چی با واسطه پدر اون رساندن در که خویشتبارداری کنده کرای. اینا رو پیغمبر میگه صلی الله علیه و سلم. پیغمبر چی میگه؟ میگه مرده فایده برای مرده فایده بخشد. 8 عملی که برای او زنده میکند. چی است همون 8 عمل؟ صدقه که در حدیث صحیح اومدگی است که ما این درس داریم گفتیم. صدقه، دعا گفتیم درباره دعا و حق چی داشت کسی در گردن او حق داشته باشد او را ادا کردن، از تنش حج رفتن، عمره کردن، روزه گرفتن، غلام آزاد کردن، قربانی کردن. آیا اینا بس نیستن؟ همینا همش هستن کو. خیلی دلیلاش نمیگیم برای بسیار دیگه با وقت بسیار میگیرد و گفتیم درباره اینامش که همه اینا جایزن. صدقتی هستنش هیچ باکی ندارد. قربانی کن، گاو بکش، صدقتی به مردم تقسیم کن از تن آنها. انا این اجر است. برای همین برادر گرامی این چیزایی که ما میگیم اینا برای کی؟ برای مرده میرسن. انا اینا کردم نکار برادر گرامی. نه که آماده یک پیغمبر کردگی نباشد او را کنیم درست نیست برادر گرامی. برای همین یک پیغمبر ما گفت ما محکوم به قرآن سنتیم، نه محکوم به قول فلانی و بسمدانی. نه برادر گرامی، روشن فکر باش، متعصب نباش به یک روش و به یک قول عالم چی نشو. همه وقت الله چی میگه وقتی که در یگان مسئله کشمکش کشید چی؟ و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. به کی گردونش میگه؟ که به الله و رسول. در قرآن باشد چنگ میزنی به او، در سنت باشد سنت صحیحه حدیث صحیح چنگ میزنی برادر گرامی. برای همین برادر گرامی و ارجمند بچه که الله گفته است رسول گفته و او چنگ زنید هرگز گمراه نمیشوید. و از دعای نیکی خود ما را فراموش نکنید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.